دوستان عزیزم سلام، وقت همتون بخیر. میریم برای انجام تمرین پارلاتی یا سایت ریدینگ. تمرین شماره 1 کتاب پوزولی در قالب پارلاتی یا سایت ریدینگ اجرا خواهد شد. فقط در نظر داشته باشید که میزان نمای 2 مشخص کننده این هست که واحد تشکیل دهنده میزان ما 2 ارزش زمانی سفید هست. پس هر سفید رو 1 شمارش در نظر میگیریم. بنابراین هر ارزش زمانی گرد باید 2 شمارش خوانده بشه. تمپو 72 BPM. 1 2 دو ره می فا سول لا سی دو سی لا سول فا می ره دو سی لا سول فا می ره دو لا فا ره دو می سول سی ره فا لا دو می سول سی ره فا لا دو سی سول می دو لا فا ره سی سول می دو سی ره دو می ره فا می سول فا لا سول سی دو 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 دو. نکته مهم پایانی این که به خاطر داشته باشید در تمرین پارلاتی یا سایت ریدینگ نیازی به دنبال کردن صدای نوت‌ها نیست و ترجیحاً در هنگام خوندن با صدای طبیعی خودتون یا بدون افت و خیز دادن در زیر و بمی صدا اجرا بکنید برای اینکه در آینده و تمرینات کانتاتی یا سایت سینگینگ دچار مشکل نشیم. موفق باشید، تمرین فراوان داشته باشید. خدا نگهدار.